سلام علیکم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دانیالم و امروز با ویدیو سوم یوتیوب همراهتونم. امروز میخوام راجع به فصول کتاب مایندفولنس در المپیاد زیست باهاتون صحبت کنم. یه مقدمه کوتاه بگم. من و چندی از دوستان حدود سال پیش یه کتابی رو اومدیم ترجمه کنیم به اسم راهنمای آماده شدن برای المپیاد زیست شناسی. من در ادامه تصمیم گرفتم که یه فصل تألیفی داشته باشم توی این کتاب که 15 تا تایتل بود راجع به مباحثی که من از مسیر مایندفولنس در تحصیل و حالا به صورت اختصاص در المپیاد پیدا کرده بودم. تصمیم گرفتم که این 15 تا رو بیام راجبشون بنویسم و یه فصل به صورت جداگانه تو این کتاب بذارم که الانم این کتاب در حال چاپه و داره کار ویراستاریش انجام میشه، ولی به صورت جداگانه من خیلی دوست داشتم که بیام راجب این 15 تا تایتل توی یوتیوب صحبت کنم و با شما به اشتراکشون بذارم تا هم مسیر قبل از المپیاد براتون راحت تر بشه، هم مسیر بعد از المپیاد براتون راحت تر بشه. به صورت کلی هم حالا اینطوری نیست که به صورت اختصاصاً برای المپیاد باشه، یعنی کلاً برای مسیر تحصیله. یعنی من حالا بعدها اینا رو میخوام بست بدم به در کل مسیر تحصیل و زندگی دانشجویی و حالا دانشگاه دندون پزشکی و پزشکی و این حرفا. ولی الان تصمیم گرفتم به صورت اختصاصاً حالا به اون جایی که تعلق دارم که المپیاد بوده این ویدیوها رو برای اونجا ضبط کنم که بعد برم توی حوزه کاری خودم و اونجا ادامه بدم این مسیر. اول از همه چی شد که من تصمیم گرفتم برم سراغ این 15 تا؟ من همونطور که گفتم کلا بعد از المپیاد وارد یک مسیر برناوت و فرسودگی و خستگی شدم که نمیتونستم حتی 2-3 ساعت تمرکز کنم یا کاری که دوست دارم و انجام بدم و این حاصلش شده بود یک فرسایش ذهنی برای من که با هیچ راهی هم درست نمیشد. یعنی من حتی مسیر روان پزشکی و دارو درمانی و مثلا ریتالین خوردن و اینجور چیزها رو هم امتحان کردم ولی جواب نداد و تصمیم گرفتم که برم بیشتر توش عمیق شم که ببینم چه اتفاقی داره برای ذهن و بدنم میفته و به این 15 تا تایتل رسیدم که حالا خوشحال میشم در ادامه حتی بیشتر هم بشه که تکه‌های بیشتری از این پازل کنار هم قرار بگیره و در ادامه شد اصلا علاقم توی مسیر کاریم که دندون پزشکیه و خواستم که اول از همه توی مسیر المپیاد بیام اینا رو بررسی کنم که شدش حاصلش این ویدیوه و 15 تا ویدیو بعدی. خلاصه که بریم سراغش. خب تایتل اولمون راجع به پیدا کردن خودتون داخل مسیر المپیاد زیست. حالا من یک اصطلاحی رو این وسط به کار بردم به اسم تکزادی که برای اینه که بتونید خود واقعیتون رو حتی داخل مسیر المپیاد زیست پیدا کنید. این به چه معناست؟ به این معناست که نخواید همه چیتون خوب باشه. خب بتونید بر اساس چیزی که دوست دارید اون مدل خودتون رو داخل المپیاد زیست پیدا کنید و مدل خودتون رو داشته باشید. این باعث میشه که خیلی راحت تر تو المپیاد موفق بشین تا اینکه بخواین توی همه زمینه‌های المپیاد یه دستی برده باشید، تو همشون به حد خیلی بالای قوی باشید و به قول از طرفی رونده از طرفی مونده بشید. این تایتل اولمونه، پیدا کردن تکزادی خودتون. تایتل دوم یه مفهومیه به اسم سوماتیزیشن که در حقیقت مفهومش بر این مبنایه که شما وقتی اضطراب دارید
و اضطرابتون بالاتر از حد توان بدنتونه، ممکنه دست به چه کارهایی بزنید و چجوری این اضطراب رو خاموش کنید که راه درستی نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه باعث میشه اون کار اصلیه رو انجام ندید. قسمت سوم یه مفهومیه به اسم دیسوشییشن. چرا این اتفاق میفته؟ این اتفاق هم حاصل اضطراب بالاست. وقتی که شما مغز و بدنتون از همدیگه جدا میشه و به اصطلاح میرید تو هپروت و به طور کلی مغز و بدنتون رو از هم جدا میکنه که حالا در حقیقت بررسی میشه که چه راههایی هستش که این انسجام و اینتگریشن مغز و بدن رو با هم دیگه داشته باشیم. بخش چهارم اینه که یه کلیشه در مورد المپیاد که المپیاد رو هدف ببینیم یا مسیر ببینیم، که در حقیقت به نظر من ترکیب جفتشه که یه ترکیب پاسخگوه با اولویت به مسیر دیدنش. تایتل پنجم حرص و طمع در مسیر المپیاده. کلاً این بخش از فصل بخش کوتاهیه ولی خیلی بخش عمیق و مفصلیه که احتمالاً دوست دارم ویدیو طولانی داشته باشیم براش. کلاً گرید و حرص و طمع یک داستان جالبی رو براتون ایجاد میکنه که خیلی میشه روش مانور داد و بررسیش کرد که حالا اگر سالم باشه چه شکلی براتون عمل میکنه، اگر ناسالم باشه چه شکلی براتون عمل میکنه. قسمت ششم حسادت و رقابت در مسیر المپیاده. اینکه چجوری کلاً احساس حسادت رو و احساس رقابت رو هندل کنید، به شکل بهینه‌ای ازش استفاده کنید و طوری باشه که نه برای خودتون نه برای دوستاتون آسیبزا باشه. قسمت هفتم یک چیزیه برخلاف قسمت اول که میشه چند بعدی بودن در مسیر المپیاد. این در حالیه که اون کرکتر و تک‌زادی خودتون رو توی مسیر المپیاد حفظ کرده باشید و اینکه تعادل چند بعدی بودن رو با کرکتر خودتون و مدل خودتون درس خوندن رو حفظ کنید، یک داستان جالبی رو ایجاد میکنه که به نظر من خیلی عامل مهمیه تو موفقیت. تایتل هشتم اینه که به صورت ناهوشیار و حسی سوالا رو حل کنید و منظور طراح رو بفهمید. این بخش مورد علاقه خودمه واقعا، چون خیلی کمکم کرد تو مسیر المپیاد و حتی الانم تو دانشگاه و به نظرم که واقعا بخشی که مهمه که بهش توجه کنید، اون کامن سنسی که شما دارید نسبت به سوالا و درس خوندن. بخش نهم دیدگاه کلگرا در کنار جزگرا در حل سوالاته که حالا به صورت دیتیل براتون توضیح میدم که چه شکلی میشه با یک دیدگاهی که در عین حال کلگراه و در عین حال جزگراه وارد سوالات المپیاد بشید. بخش دهم در رابطه با رابطه استاد شاگردیه که یک ارتباطی که خیلی جالبه در کل و شاید خیلی بهش توجه نشده باشه، حداقل در دنیای من اینطور بود و خیلی دوست داشتم که بازش کنم براتون. تایتل 11 راجب اینه که شما آدم ویژه‌ای نیستید. این داستان در حقیقت یک تایتلیه که بیشتر برای بعد از المپیادتونه و اونجاست که خیلی اساسی میشه و اینکه شما آدم ویژه‌ای نیستید دقیقاً یعنی چی، چه نوع طرز فکری پشتشه. تایتل 12 پذیرش فداکاریه. کلا اینکه شما تصمیم بگیرید یک جایی برای اهدافتون یک سری قضایی رو سکریفایس کنید. اینکه چه چیزهایی رو سکریفایس کنید، چه چیزهایی رو سکریفایس نکنید و چطور کلا با این مفهوم پیش برید در حالی که روح و بدنتون حالش خوب باشه، میشه تایتل 12. تایتل 13 راجبه دوباره پس المپیاده که قرار نیست راحت بشید، قراره که یک مقداری مسیر بعد از المپیاد رو براتون راجبش صحبت کنم و بریم توی اون دنیا عمیق‌تر بشیم. تایتل 14 راجبه دروس ریاضی و شیمیه که یکی از
دروسی که من خودم خیلی دوستشون دارم، ولی میبینم که بعضی ممکنه ازش فرار کنن و بیشتر در حد توصیه است. و بخش 15 هم که یه بخش مفصلیه راجع به مبحث بادی سایکو سوشاله که چجوری این سه بخش رو، یعنی بدن، ذهنتون و ارتباطات اجتماعیتون رو توی المپیاد هندل کنید، که خیلی 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 عامل بزرگیه برای اینکه شما به موفقیت برسید و یه داستان جالبی دارم ازش که دوست دارم باهاتون به اشتراک بذارمش. خب این شد 15 تا تایتلی که توی کتاب بررسی شده و من حالا میخوام بیام مفصل‌تر از فصول کتاب راجبش باهاتون صحبت کنم. خیلی ممنونم که توی این ویدیو همراه هم بودین و بریم که تو هفته‌های بعدی این 15 تا رو دونه دونه با هم بررسی کنیم. فعلا